مثلا یک آدم شما تویی ولیمه تویی نکاح با خبر کند و باید اجابت کنید. شما بیا به توی ما گفته تکلیف کند باید اجابت کنید و کسی که اجابت نکند فقط عصا ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم یا در بعضی روایات فقط عصا الله و رسوله، الله و رسولش را گناهکاری کرده است کسی که دعوت نکاح نمیپذیرد. یعنی وقتی شما دعوت کردید شما نمیپذیرید. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اتسمعون نداء، از آن را میشنوی؟ گفت آره. گفتن که فعجب، این باشه اجابت کن. این را به من حاضر جبریل آمده خبر داد. اول پیامبر صلی الله علیه و سلم با اجتهاد خودشان به او اجازه دادن، چون که الله تعالی این اجتهاد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم دادگی هست. لیکن اگر خطا فتوا دهند الله تعالی در حال اصلاح میکرد. بنابراین وقتی که به منافقا هم اجازه دادن که به جنگ نرود، عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله تعالی تو را عفو کند برای چی اجازه دادی برای آنها. گفت عفا الله عنک لما اذنت لهم، الله تو را بخشد برای چی اجازه دادی؟ یعنی باید اجازت نمیدادی. این عذرها عذرهای مقبول نیست، دردی دندان، دردی موی، دردی پای، یعنی بهانه های بیش نبود. این چیزا منافقان نمیتونستن جنگ روان، چون که اونا جانشان از همه چی شیرین تر بود. خلاصه گاه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم اجتهاد میکردن، اگر درست باشد الله تعالی اقرار میکرد، اگر نادرست باشه الله تعالی انکار میکرد. والله تعالی اعلم.